فقط داخل باکس نگاه نکن، یه چیز رندوم وردار. بدون اینکه چیزی داخل جواب ببینید باید دست کنید داخلش یه چیز رندوم وردارید. هر چی برداشتین جایزتون، هر چیزی میتونید باشه. نگاه نکن. بذار از اول مزه جوش. بدون اینکه داخل باکس نگاه بکنی دست بکن یه چیز انتخاب کن بردار. هر چی برداشتی جایزته. الان برم. آره نگاه نکن فقط. یکی جو مبارک. خیلی ممنون. خواهش می‌کنم. علیه. فقط نگاه نکن توش بچه. نفر یه چیز. نگاه نکن. نگاه نکن. نوشابه نمیخواستم. دمت لایک هم بده. شیر موزه. دیقدش دراز ببینه. نگاه نمیاد چرا اونی که میخوام. چی میخوای؟ پاستیل. بناس. من بیشتر پولش. یه انتخاب بهتون میدم. میتونید چیزی که برداشتین رو بذارین داخل یه ترای دیگه بدید. نه میتونی اجباری نیست. نه هر کسی میتونه. کار کردم. راضی اوکی آقا. خالی خالی شد دیگه. نه ای بهتر بود. من دنبال اون نانی ها لایک بده. میشه من دست تکون بدم؟ موفق باشه. به دوربینش. کیک. واقعی یا کیکه؟ این کیکه. کیکه. شما هم یه دونه. بازم کیک. حالا یه آفر میتونم بهتون بدم. میتونید این کیک ها رو بندازین داخلش دوباره یه ترای بدین. چون مال جفتتون یکی بود. اوکی؟ من میندازم. آب میوه. کیک آب میوه جور. این واقعیه. راضی هستین یا نه؟ دمت گرم. عالیه. شما امشب مونم جور شد. خدا رو شکر. سبحان الله. آقا دمت گرم. سلام بچه‌ها. سلام خیر بفهم. شدیم از 100 تا سابسکرایبر و رد کردیم 100 تا رو. شدیم 112 تا سابسکرایبر. بله و خواستم این اتفاق فرخنده رو ازتون تشکر کنم. مرسی که ما رو 100 تا سابسکرایبر رسوندین. و ذره با شوق و ذوق بگو داداش. من الان دیگه میتونم خدا رو شکر مستقل بشم از خانواده با درآمد یوتیوب. بله ماهی 100 میلیون در میاره. و دیگه پول چالش‌ها در این همه هزینه کردیم. ما باکس دادیم دست ملت، چیز دادیم، آب میوه دادیم دست ملت. همش فیک بوده. آب میوه فیک هم مگه داریم؟ نه چالشا. چالش‌ها خوب. ان شاءالله صدکایی پنت هاوس. واو فرض کن مثلا همین ویدیو رو ما اولش یه ویدیو میذاریم، بعد ادامه ویدیو منو عرصه میبینید که شده مثلا 100 تا داخل پنت هاوس نشستیم، داخل استخر و پرتقال تو دستمون. اون موقع دیگه ارسی ما رو به تخمش حساب نمیکنه چیزی. جکوزی هم تو استخر اینجوری آب آجی، پرتقال نه، میذارم بعد اون موقع- میذارم در کونه حسین. آجی